سلام بچه‌ها. توی ویدیوی قبلی یه سری اومدن گفتن تو به کجا وصلی که داری بدون DNS کار می‌کنی؟ اومدم بهتون نشون بدم به کجا وصلم. من به یه مودم معمولی سیم کارت خور وصلم. اینم سیم کارت های بنده هستش. این سایت 5M هستش که اهل فنا میدونن چه سایتیه. این سایت EA هستش. اینم بتلنت من هستش که بدون هیچ گونه DNS روی کامپیوتر داره کار میده. ولی الان میخوام بهتون یه فوت کوزه‌گری یاد بدم. وارد مدیریت پنل مودمتون بشین، روی گزینه UPnP کلیک کنید و این گزینه رو فعال کنید. حالا UPnP چی هست؟ UPnP میاد پورت های اینترنت شخصی شما رو باز میکنه. یعنی اگر یه بازی از پورت خاصی استفاده بکنه در اختیارش قرار میده. مخصوصا برای کنسول بازا که مشکل نت تایپ دارن این فوق العاده است، یعنی معجزه میکنه. گیمتون دیر استارت میخوره، این باعث میشه که سریعتر استارت بخوره و روی کیفیت پینگ و پکت لاستون واقعا معجزه میکنه. امیدوارم که این آموزش به دردتون خورده باشه و اینکه متوجه شده باشین که من به کجا وصلم.